شاه اسماعیل سامانی اساسگذاری اولین کشوری متمرکز و صاحب استقلالی تاجیکی که دلش در بخارا میدوید. من از کودکی آرزو داشتم که به زیارت شما برسم و شما سپاس گویم که محض با تلاش‌های شما تاجیک در عصر نو صاحب دولت بود و این شما بودید که به دنیا اعلام کردید تا زمانی که من باشم باره بخارا من باشم، یعنی تا زمانی که من باشم دیوار بخارا، تا زمانی که من باشم دیوار بخارا من باشم. روزی که شما بزرگوار این کشور تأسیس دادید با سامانیان، اینک 1000 سال از زیاد است که با نام این کشور افتخار میکنیم، با نام این کشور نام استیرام به دنیا بزنیم که ما زمانی چنین دولت ساخته بودیم که صاحب 10 دیوان بود و تنها محض هویت ملی و بزرگواری شما بود که امروز من به شما با خاطر چی مثل یک آدم زنده مراجعت میکنم، شما چون که از 1000 زنده تر هستید، چون که کار و پیکار شما هنوز هم زنده است و شما از اولین کسانی بودید در تاریخ که زبان تاجیکی فارسی را زبان دولتی اعلام کرد و محض این سبب شد که فردوسی روی صحنه ادبیات بیاید، رودکی همچون آدم شعرا روی صحنه میآید و این زبان که من هنوز حالا پیش شما صحبت میکنم، این زبان برگرفته از همون زبانی است که شما رو دولتی اعلام کردید و باقی ما تا به دوران ما توسط آثار رودکی و ناصر خسرو و سینا و فردوسی این زبان زنده و یک از میلیون ها از میلیاردها تاجیک یک تاجیک هستم که با این زبانی که شما برای وی زبان جانیساری کردید صحبت میکنید. شما در زمان این زبان دولتی اعلام کردید که همه جا رو زبان عربی پخش کردید، چون زبان عربی زبان دین، زبان اسلام، لیکن شما باره اول آمده اعلام کردید هم نسلای شما من سامانیان هم خونای شما محض هم خونای شما بودن که ما نماز رو به زبان تاجیکی خوندیم، نیت از نماز به زبان تاجیکی خوانده شد و این زبان تنها دربار نه بلکه از دربار بیرون رفت زبان مردم گشت. اگر نه این زبان ما نبود، اگر نه این زبان ما حالا شاید آمیخته با زبان عربی بود یا شاید این زبان از بین میرفت. و هرچند که شما امروز در خورای خودتون، در خورای عزیز خودتون خواب هستید، اما هیچگاه گمان نکنید که ما شما رو در تاجیکستان فراموش کردیم. در تاجیکستان به نام شما پل ملی هست، در تاجیکستان به نام شما خیابان هست، در تاجیکستان پیکره های شما قریب در تمام شهر و ناحیه ها از خود دوشنبه سر کرده، در تمام شهر و ناحیه ها پیکره شما آمده ساختگی است و شما با همان تاج زرین، تاجی که نام تاجیکستان از اون تاج گرفته شده است، با همون تاج به سر در مرکز دوشنبه، در دل دوشنبه می‌ایستید که شما امروز پیکره شما، مجسمه شما پیکره یا رمزی تاجیکستان است، نماد کشوری ما است. ما شما را کمتر زیارت میکنیم، ما شما را کمتر میبینیم، اما شما در دل ما هستید، شما در وجودی ما، در زبانی ما، در شعری ما، در صحبت‌های ما، در دعای ما، حتی در همین زبانی که ما ناآگاهانه صحبت میکنیم، در همین زبان شما نام شما، رنج و محنتی که شما برای زبان کرده جاری است. شما افتخار ما هستید و سبب مثل یک انسان زنده، مثل یک کسی که زنده است صحبت میکنم و به خاطر که بازم تکرار میشود میگم که شما از بسیار تاجیک‌هایی که هویت باختن خود ناشناسند، شما بزرگتر، شما زنده‌تر و شما بزرگوارتر هستید. و یک غزل میخونم که هنوز مقبره شما رو ندیده از زبان مردم شنیدم،
یک غزل نوشته بودم و او غزل که در دیدار عملی در زیارت عملی میخواهم ارمغان شما باشد. در بخارا شاه سامان خفته است، در بخارا شاه سامان خفته است، مرد مردانی خراسان خفته است. 1007 سال است که هنوز ملت ما را نگهبان خفته است. تاجیکستان سر شود از خاک او، قهرمان تاجیکستان خفته است. در رگی شیر و سخن نامش بجاست، در رگی شیر و سخن نامش بجاست. فر تاجیک را سرابان خفته است. بوی جوی مولیان در دماغ با امید نوبهاران خفته است. چشم دشمن را فریب تا دهد شیر پنجه در نیستان خفته است. خفتن او بهز بیداری ماست، با غم خلق پریشان خفته است. بس که دیوار بخارا بود و هست، بس که دیوار بخارا بود و هست. بانی روحی نیاما خفته است، در بخارا شاه سامان خفته است. مرد مردانی خراسان خفته است.